Hello, how are you doing? Is my voice being registered at this volume? الان نمیره بیرون که ما این همه خواننده‌ای داریم که زحمت میکشن. هنرمند قلم زیبا دارن. ما نمیریم هیچ کدومو ساپورت کنیم. بعد یه دونه روز از فاک مثلا میرم 2 میلیون ویو. اصلا خوشم. این زیرنویس انگلیسی داره. پس خوبه. خودشون هم گوشتن. کوالیتیشو چجوری باید زیاد کنیم آقای کوالیتی؟ همینه؟ بکنم مکس نه پریمیوم داریم چه کاریه؟ برم زیادش واسهش پازو میکنم که کپی رایت بهمون نزد 10 ثانیه باید کثافت برخورد دستگیر و منجمد به هیچ عنوان دختر خوبه بابا آخرش بچه سکونه بالاش پوشک و بوسه باباش حتی دکترا بگیری توی دالاس همه چیز زور چپونه ما میگیم بمونی خونه خوبه آفتاب و مهتابم نبیننه تا خیل وحشی میشیم وقتی پات بیرونه ساکتیست میگن این دختر سلیتسیست جنس تو نازک اصلیش از کی تا تو و ندیرود میکنه تیز میدونم صلاح تو عقل من بیشتر از سواد تو زن نگو بلا بگو معروفیم به مکر اجدادتون شما احساسی میبینین اطرافتون و ما منطقی قاتل و سلاختون پبزا قلداری کن ناموسم کج بره ترمز میکنم مردونگی یعنی قدرت و پول یعنی نسلم و کش بدم مفخوری کنن نمیگی برابریم سربازی ما میریم جنگ و بریم مهریه رو نگیرین ازمون ولی اجازت دست ما سرجانری باید بگی چشم یا تو چشم باشی میگن ارزست اگه خفشی بد میگم احسنت مدار جنسشو خرابه 7 خط اینو بچگیم گفاجی دستکش بذار به کلام بگم اخلص خیلی دوست دارم بهم بگی مردم چشم like I understand میفهمم چی میگه که چرا این آهنگا توی ایران مثلا خیلی مهمه بعد همه اینا رو گوش بدم اینا خیلی مهمه داره میگه مثلا یه زن توی ایران چیه دقیقا زندگی چجوری ببین انقدر قشنگ این دختر مینویسه بگم مایی فصلش انقدر قشنگ مینویسه انقدر قشنگ توضیح میده که چجوریم و خیلی به حالت انگار خودش مرد مثلا میدونی چی میگم خیلی دختر قوی و درست قشنگ بدون ترس بدون هیچ همه اینا رو بیان میکنه خیلی سال جاستینا داره اینجوری کار میکنه و خیلی ساله که من ناراحت میشم که چرا دخترای بیشتر با پسرها اصلا آدم میفهمه یه پسر نمیخواد گوش بده او پسرها فلانن این اوکی من میفهمم ولی با اینکه اونم مشکلی نیست چرا که نه چون تا وقتی نفهمیم که مغزمون عوض نمیشه که بتونیم یه کشور رو درست کنیم ولی چرا دخترای بیشتری ساپورت نمیکنن چرا دخترای بیشتری چون دخترها که دیگه این مشکل هممون بوده هممون اینا رو میفهمیم چی داره میگه تا یه ذره بلند خندیدیم تا یه ذره گوش بدم بازم مثلا میدونستی تو ایران ویو خیلی بیشتر نمیدونم اگه تو میدونی یا نه ولی تو ایران مثلا از بچگی به ما میگن دختر نباید بلند بخنده نه نمیدونم نمیدونی اگه بلند بخندیم میگن یارو خور مسلمان‌ها از خنده بعدش میاد چشم مپاساکو چشم مپاساکو چشم مپاساکو چشم مپاساکو نه عباس آقا چشم فکر کنم یا مال یه فیلمه یا یه چیزیه مردم اینجوری هم میکنن از اینکه چشم عباس آقا یعنی با چشم تو میگه کیسای چشم عباس آقا مونده است آره چشم انگار اصلا یه بچه است یا آقا مونده است باشه عباس آقا یعنی ما انجام فقط ناراحت نشه باشه آفرین تو بیشتر مثلا وقتی که کسی بچه باشه یا روانی باشه میگه اوکی باشه عباس آقا آره راست میگی یه شوخی خیلی خوب راجع به دین همین بود یکی میگه که با مذهبی حرف بزنی انگار با یه کسی که از بیمارستان روانی با اونها حرف میزنی یعنی که همیشه صحبتتون به یه جا میرسه که یعنی مجبور میشی بهش بگی باشه باشه هر شما بگی راست میگی چقدر جالب همون بیشتر از همین فرمان یکی از بچه ها داشت باشون میزد تو در دیوار نمیدونم کدومشونه بس بگیم I'm Pickle Rick!
کی کلامم ایکوالیست ولی زن عقلش اندازه این گوانیست به زیر پاتون میشه فرش پهن اگه مادری شوق باشه چند قرن ما دستمالی نیست توی مراممون ولی تو فمینیسم و حق برتن سهمتو نمیدم بهت باید خوشگلی چشمامو بگیردش فقط دوست داری میکر جنیفری مجا صف خانومای غیری نری اخلاق بانوی دو عالم فاطمه گلش به اندازه چشمای لیدی میل اینجایی نری بشین من فرق دارم با اینا عقیده ای در و لباس تو مگه عتیقه ای میدم آزادی رو به سلیقه ای ولی حتی بدون چوی ضعیفه ای چشم پاساقو چشم خواسته این مسترپیسه خیلی خوبه چند تا دیده داره؟ تو 7 روز Okay, that's still pretty good. Like برای سابسکرایبرش خیلی خوبه. آره روزی 10,000 تا ویو. روزی 10,000 ولی خیلی روزی 10 میلیون باید بگیری تو دختر. خیلی عالیه. خیلی عالیه. مثلا انگلیسی هم داره بعد بیشتر. خیلی این دختر خوبه آخه تو چقدر گلی. ما پاساقو چشم 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 ما پاساقو هر جا رو میبینی عباس آقا در حال نصیحت بسته با ما این نیستا توییتر دست آقا اصلا فکت و تاریخ به پشم آقا سبب زده دنیا رو شسلا باشه نمیخواد که داناشه سخته بگی به قدرت خداحافظ نمیخواد با ما هم صدا باشه بعد از جای تو تنگ نمیشه زبل خان به عمر زمین قانون خوبه ساخت بگو من سلیدم دریدم به اینم من رو سک میخوای پارچه ایشو خریدم میری راحتون ته یه جا قهر تاریخ هنوزم میگه سر تو مدت مایی دیگه نسلتون تر رو به انقراضه فاک بهتون با یه چشم باریز چشم پاساقو چشم پاساقو چشم پاساقو چشم پاساقو قشنگ همه تابوها رو میشکنه این دختر همه تابوها رو میشکنه این دختر Cheers to you واقعا cheers to you جاسینا واقعا look وای ببین حالا میفهمی چرا رول مدل واسه همین رول مدل منه اینطور خدا ببین تو جذبه رو ببین چقدر این خوبه چی بوده من نتونستم واقعا what a line میگه چی تقدیم به بدنهایی که در ایدئولوژی های پوسیده حبسن تقدیم به زنان ایران که سراسر زندگیشان جنگ است واقعا راست میگه صبح تا شب یار نوار بعد تو ایران مثلا فقط پسرا میرن سربازی فکر میکنن خب دیگه حالا مثلا ما میریم آرمی میریم نه زنها اتفاقا دارن میرن آرمی everyday اونا دارن میرن خیلیاشون تو خونه خودشون تو خونه خودشون با خانواده خودشون بعد ازدواج میکنن با شوهر خودشون اینو میبینی بعد همه میگن که یه چیزی که من راجع به جاستینا هایر میشم نه خیلی با مردا بده خیلی فلانه تمام کاراشو جامین شوهرشه they're perfect یکی از بهترین کاپلایی که من با هم دیدمشون خیلی نایس مردم مثلا فکر میکنن اگه مثلا یکی دیگه فمینیسته یا مثلا داره از حقوق زن صحبت میکنه دیگه تموم مثلا مثلا توی آمریکا آره این فکر رو میکنم برای اینکه میگن مثلا آزاد هستین چی بخوان بعد خیلی از فمینیستا که اینجا میبینی با فمینیستای ایران فرق دارن اینجا هیچی نیست مثلا اینجا آخه مثلا واقعا راست میگم مثلا اینجا زنا میگم دقیقاً مردا حقوقشون آخرین چیزه رده میدونی چی میگم و مثلا پولی که میگیرن هنوز یه کمی بعد اونم توی استیت های مختلفه اینجوری نیستش که کل آمریکا قانون و آزادی اینا یکیه فقط حقوق دقیقاً اونم میگم دی سی اینجوری نیست الان من که سر کار رفتم اولین چیزی که آوردم طبق قانون اینجا زن و مرد به یک اندازه باید پی بشن اگر اینجوری نیست برو به پلیس بگو به همین راحتی اونم چند تا استیتی هستن که عقب افتادن باید روی چیزاشون کار بکنن ولی عجب ویدیویی حسین عجب میخوام 10 بار دیگه اینو ببینم میخوام 50,000 بار ببینم همه چی ببخشید مشکل فنی داشتیم سوسمار که نگهداری این مشکل‌ها رو داره
تو ایران سوسمار نگه نمیدارن ولی آره اما همه ایرانی ها من چی داره دیگه آیا دیگه بکنم دایرکتر و پرودیوسر و ولی عجب ویدیوی عجب شعری آره این it's a long fucking credit آره من holy shit چقدر داشته 4 dislike نه لکی میگه Before this semester's over, you're gonna be real sick of that phrase.